اگه آقای رئیسی زنده بود وضع حجاب اینطوری نمیشد. این حرف انسی خزلی، معاون امور زنان دولت رئیسی، همون خانومی که از موافقان سفت و سخت طرح صیانت و فیلترینگ اینترنتی بود. ولی فکر میکنید پسر ایشون الان کجاست؟ جایی که محدودیت پوشش اصلا معنی نداره، اینترنتش هم آزاد. البته این خانم گفته که پسرم برای مدیریت یه شرکت دانش بنیان رفت. اما به نظرتون اون شرکت دانش بنیان چیه؟ یکی از معروف‌ترین شرکت‌های فروش فیلتر شکن تو دنیا. تازه اینا رو من از خودم در نیاوردم. حتی برادر ایشون هم اومده حرفای دیگه‌ای راجع به خواهرش زده. همشیره ما غیر از این خونه‌ای که گرفتن از آقای رئیسی، زمین محمد رضا پهلوی، در فرشته الهی هم باز زمینی گرفتن از آقای مخبر، باز مصادره‌ای. خب برای چی؟ بعد مرگ بر آمریکا میگه بچه‌هاش تو آمریکا دارن یه جور دیگه زندگی میکنن. 4 تا خونه تو دربند داری، چند تا خونه تو الهیه داری، چند تا ویلا شمال داری، 2 تا ویلا دبی داری. نظر شما چیه؟